خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میم بخیر. پروگرام ورد باز میکنیم. در پروگرام ورد که میخوانیم بخیر insert tab در insert tab smart art. شما گفتیم در شیپ ما باید مکمل استفاده کردیم. کسی که میخواد شیپ که ریکارد پیدا نکرده پس تا پیکچر برا در ریکارد ما برش گفته چی برش گفته یعنی یک کماند یارا نماندیم کلی که باز کردیم تا وینگو تا شما خوندیم. خب امروز که بخیر میخوانیم insert smart art توسط این کماند میتوانیم که چارت توسط این کماند میتوانیم که دیاگرام یا ارگانیزیشن چارت جور کنیم. دیاگرام یا ارگانیزیشن چارت جور کنیم. دیاگرام یا ارگانیزیشن چارت جور کنیم. وڈاٹوس یا سمارت آرت اینجا میم یه شکال است میخوای که یک نفر عکس همراهش که بزنه که بفهمه که در یک چیز چی نوشته است. این به اوکی که اوکی کردیم. مثال اینجا اول ما شما فاندامنتال میخوانیم. باز از فاندامنتال ویندوز است. ویندوز ورد انتر مثال فوتوشاپ یک چیز پروسس نشان میده. فکرتان است یک اکسل یا اکسس و اینی شپ هایش مختلفشان است. سی شپ نه اینی نه اینی کم شپ باشه هم نوشته باشه. زیاد مردم نوشته زود نمیفهمه شپ میفهمه. ایره دیاگرام میگه نمیگه. ما میتوانیم که اینجا اکستیل برش بده. مثال اینجا 2D 3D اینجا برش رنگ بدیا. اینجا پس میتونی که ریست کنی. ریست بشی بنا بالات یا ولی باری آخری. اینجا بالات یا وری اینجا 3D و 2D تبدیل کرده میتونی. نه استاد رگل استاد فوت دی فلش سوال میدی. نه تجو و این شبهایی نیست دیگر. مور لیاوت آل کدام شکل کار داره میخوای که استفاده کنیم میتونی. میخوای عکس اینجا کلیک پلی پیکچر میبینی نه پیگه. مثال اینجا یک موضوع دیگه. مثال در ویندوز بالا میبری پایین میاری. اینجا آمد یا نامد پس میخوای بالا بود. اول شد نیدیم یا شد خمو در بالا و پایین اینجا میبره. اینجا که ببره اینجا میره یا نمیره. لیاوت برد بحث میکنیم. این در ارگانیزیشن چارت فعال میشه. دیاگرام فعال نمیشه. ریموت چی مانه ببین. انتر کردیم ویندوز. در ویندوز مثال پالیسی یک بخش ویندوز سریست. ما میخواییم میره باید ریموت شود. شامل ویندوز شد یا نشد. میبینی نه نی پاس پروموت شود. ریموت از یک فرعی عنوان جور کردن. پروموت پس عنوان اصلی. از اینجا فاندامنتال شروع است نیست. ما میخوای از این طرف باید شروع شد. رایت تو لیفت اینجا شروع شده. اشکال بعد از یک شیپ زیاد میکنی اشکال میبینی. اینجا یک دانه اینجا ما میخوایم که انتخاب است. اینجا یک دانه زیاد میکنه کدام طرفش افتر افعالی زیاد شده نشد خالی شکل بجا نوشتم. مثال هاردویر
همیشه مطابق از امیری زیاد. بولتس مانا دمی خودی الوان اصلی یک فرقی زیاد میکنه. بولتس میبینه. اینو چی میگه؟ این تکسپان نام داره. این باشه؟ نباشه. یا شاگردا ارگانیزیشن چارت با جور میکنه. insert ship smart art چی به جور کنم؟ ارگانیزیشن چارت. مثال در مکتب هر جای که دیدی پرنسپال director advisor کوکو منیجر و پلان و چی که زیاد میگه زیاد میکنه اینجا شیپ کدام طرفش کلی فال شده نشد ثابت دو در فال after before پیش یا پاست فکر تراست طرف چپ و راست که میگه بالا خود زیر زست از این انتخاب کرد میبینی اینجا مامه بلو همکارش اسیستنت هست میبینی نی مثال به اسیستنت ضرور است اسیستنت خواهد میشه به زیر دست کار کنه نی صحیح؟ هرچی که نوشته میکنه این کمان که ما گفته که فعال میکنه فعال چکن رو پلاسی یک طرف باشه راست باشه استندرد باشه از دو طرف باشه این شیپ ها و فریم ها و استایل هاست کدام رقم که تو میفهمی کسی میجوریش میبینی؟ فهمیدی را؟ سمارت آرت مشکل نداری دیاگرام ارگانیزیشن چارت جور کرده میکنه دوام داریم چارت توسط چارت می توانیم که هر محاسبه را در شکل نشان بدهیم چارت وظیفه‌اش چیست؟ هر محاسبه را در شکل نشان میده کدام شکلی؟ این شکل چارت است انتخابات و یک انواع تلویزیون ها که در خبر و یک احصایه و چیز زمین مثال به شکل یک چارت نمیانم امرای اتومات اکسل باز میشه چارت درباره چی جور میکنه مثال نیم نمره مثال در ویندوز ورد اکسل صحیح خان اسد نور ولی کریم یک نفر دیگه یک دو پروگرام دیگه هم هست پاورپوینت اکسس نمره را برده नहीं तना तुम शमेरा ही जेंटर कुदार प्रोग्राम मी बिने इधर क्लिक को इधर घूम को पता नहीं जा देखो डिजाइन है शायद चांद टाइप कदम इटेप ना ini ini
پس میخوای کانا مالا خوب ادیت دیتا میخوای که زیاد کم کنی مثال نفر دیگه هم شامل کنی نیست مثال جانس این باز اکسل خوانده میشه یا افشانهش فکرتان باشه کجا؟ اکسل کی چی معنی نیچه سلکت دیتا هر جگه دیتا باشه چقدر اتوماتیک قسم سلکت کنی اتومات اینجا در چارت چی میشه؟ انتخاب میشه رو کالم تبدیل میکنی چیش؟ سلکت رو کالم عربی روز رنگ تغییر میکنی شیپش اینجا رنگ کدام نمبر به شماره یا چارت هم داشته باشه که هر نفر چند نمره برده میبینه خوب معلوم میشه نه چاپ دیگر کسی اینجا مثال این مثال است که پلانا بار باشه نباشه که مستعد میشید شکلش تغییر میخوره این چارت است چیست؟ چارت است شیخ عمر گفتن که هر دیتا مثال انتخاب نیست شما میتونید دیتا انتخاب کنید که دیتا انتخاب کردین او چی میشه؟ دیتا انتخاب میشه حالا خو اینجا جان و نور و چی آمده ما میشه سوچ وظیفه این است که با پروگرام میکنم با نام نباشه با پروگرام باشه فهمیدین؟ این چارت است و چارت تنها بدی که در بفهمی و بازم برات میگم ده اکسل چرا که اکسل اتومات ما شما دیتا میخونه اکسل رو میخونه دوز بکمل چی میشه؟ خوانده میشه که یعنی چارت چی معنی بعد از 4 شاگردا اسکرین شات داریم توسط اسکرین شات می توانیم که عکس بگیریم از 3 طریقه یک از این کامنده کجا عکس میگیریم میخوایم که مثال اینجا عکس بگیریم عکس گرفته میبینی یک پروگرام که میخوای عکس بگیری دو پروگرام باید باشه ولی دو دانه باز است این داکومنت دو انسرت میکنم ای که عکس میگیری بند میشه دیگه باز میمونه کدام جا تشریح میکنه میخوام که این فرمت تک تشریح میکنه دیدی نه گیرا کرنا شد پرینت سکرین سیوار بسته سکرین عکس میگیره یک بٹن است پرس کردی پیست دوباره پیست هر جایی پیست میکنه داره کامپیوتر پرینت سکرین سیوار نه پرینت سکرین سیوار نمیشه چی نام داری پرینت سکرین بعد از این رقم نشده اینجا سنیپینگ تولز هم عکس میگیرن ببینید هر جا که عکس میگیری سیبش کو باز میتونه اتومات بازش یعنی با هر طریق ما میتونیم که چی کنیم عکس بگیریم عکس کدام کامند اسکرین شات یعنی میتوانیم که چی کنیم عکس بگیریم و بس از شاگرد خو